سلام علیکم دوستان عزیز. آدم بسیار آدم میگن که من زن رفتن امکانی ندارم، من زن رفتن کارم بسیار گفته بخانه میکنن. این بخانه کردن در کار نیست، فقط خوابش در کار باشد، حرکت در کار باشد همش میشود. اینا همین این کامنتای من هر روز دو تا سیب یک تا بنام میخورم. وجی ماما چی شده گه مقصد این ما دور خوی قیمت نمیزنم، خیلی ناتورال چیزا میخورم. از بسم الله. اینا همونطور مقصد چیکده یک نیم ساعت وقتم اجرا میکنم یکی سپورت چیزی نازه. الحمدلله سلامتی و فایده داره. خیلی من هم میتونم، شما میتونید.